دگمه معنویت هم خاموش شده. من فقط الان برای بقا زنده، من نه روحم زنده است نه جسمم. اصلا احساس میکنم یک مرده محتضر و در حال مرگم. قلبت وای میسه تهمت میخوری، قلبت وای میسه همکارت جواب سلامتو نمیده. چرا؟ اگه تو هیله‌گر بودی میگفتی بابا خودت هم فلان شده بازی داری. اما من نداشتم. من این ناراحتم. من اومدم که پاره کنم این دنیا رو. چیکار کنم؟ رسالت خودم رو انجام بدم، برای 2 تا آدم یه قدم بردارم. تو محیط زیست بگو من رفتم، تو کودکای فلان بگو رفتم، تو اطرافیانم هر کی زنگ زد هر کاری تونستم براش کردم. نه دیگه حوصله ندارم، واقعا تحمل اینو ندارم که دیگه زمین و گاز بگیرم از گیری. واقعا نمیتونم. تا یه حدی آدم قوی میمونه ولی یه جای دیگه میبری و من در سنی نیستم دیگه بتونم تحمل کنم.